وقتی بهم میگن چشای سبزت خیلی قشنگه. یا سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز چنل ویو شات، چنل خودتون. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم با سم ترین و جدیدترین ویدیوهای اینستاگرام. خیلی ویدیو امروز درصد اسیدش بالاست. حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیوهای. وای سم خیلی سم. Let's go. دیت با شوگر مامی 84. کبوتو بخور جون بگیری. دانشجو دیگه نه؟ پس شریعت بالاست. شما چی کار میکنی راستی؟ من سر فرشته سالن دارم. ببین من دنبال آرامشم. این دختر امروزی اذیتت نمیکنم. یادت باشه سربازی تو برات اوکی کنم. فقط تو باید یه کاری کنی. میدونی که سوپ نخور سردیه. یه گوشتتو بخور. راستی با مترو میری دانشگاه؟ آره دیگه مجبورم. اصل من که نباید با مترو بره جایی. سویچ ماشین و کلید خونه. پدر سوخته رو ببین چه اخ میکرده واسه من. بیا کاد اولین قرارمون برای آقای کوچولی خودم. یادم باشه سربازی تو برات اوکی کنم. بکنم فقط ما 2 سال تو خدمتمون پاره شد. داش بی زحمت رفیقش هم میتونی برای من اوکی کنی؟ این دیالوگ دورامو زدم دنبال آرامشم مگه برای ما پسرا نبود؟ ها خدایا یه دونه از اینا نصیب هممون بکن. بلند تو کامنت ها بگو الهی آمین. وقتی شوهرم شیفت شب، آرمان پسر خواهر شوهرم میاد پیشم میخوابه تا زنداییش تنها نترسه. نه مرشاد به اون فکر نکن. نه با زنداییشه دیگه. آقا وای نه. ببین داییش فقط داره خرج زنداییشو میده، در اصل بهره برداریو داره یکی دیگه میکنه. یعنی هرچی داییش ارث مامانشو بالا کشیده این داره تلافی میکنه. احیانا زندایی تو ماشین لباسشویی چیز بریم بعد تحویل حضوری ماساژور اوریکار عنوان به خانم قربانی که زحمت کشیدن تشریف اومدن دفتر. 4 تا سرعت داره و همینطور پاوربانک هم میشه. ممنون از اعتمادتون و اینکه اگر اطلاعات بیشتر از این گجت میخواید عدد 24 رو برای ما کامنت کنید. این خدمت شما. خانم قربانی همین الان رفت. یعنی اصلا فکر نکنم به خونه برسه. کم مونده بود همونجا بکشه پایین. گفتن نداره میخوای تو این سازه. من الان خونه دیگه لپ راه میرم. اینقدر راضی. اصلا میگم بابا میگم نکن. میگم شهرونده چرا تو بگیر. هزینه کردم. آره دیگه. ببین عزیزم این ربطی به عمل لیپو میپو نداره. تو قبل عملم لخ بودی. منتها الان بهونه خوبی گیرت اومده. ماشاءالله حجیمم بودی. بدبخت بابات چی میکشد دست تو؟ خدا به خیر کنه. بچه‌ها به من پیام دادین که ابروت چی میزنی که ابروت اینقدر پرپشت و سیاه هستش. من اصلا ابرو ندارم. اول بلاگری به شما بگم چرا دروغ بگم. من موجی از کتابخونه میگیرم. چند ساله دارم استفاده میکنم. خیلی راضی هستم. دیروزم نبودم به خاطر اینکه دخترم با من دعوا افتاد که مامان چرا اینستا باز کردی، چرا بلاگر شدی. گفتم تمام ملت بچه بلاگر شدن. گفتن نه تو آبروی ما رو میبری. گفتم من مثل بابا هستم فیلمای چرت و پرت بزنم آبرو داره. الان همه رو بلاک کردم که من نبینم. ببین اصلا کاری به ماژیک بودنش ندارم. یه جا به بعد قشنگ معلوم بود فقط داشت گنگکاریاشو میخواست جمع کنه ولی هی داشت خرابترش میکرد. یعنی یه قطره جوهرم حروم نکرد، اضافه آورد زد به لب و مب و چش و همه رو سیاه کرد. دخترت یه چیزی میدونست گفته چرا بلاگر شدی دیگه. عزیز من آقا بگیرید گوشی ها رو، اما مادر پدر رو بگیرید از دستشون، خواهش میکنم. اکسپلور ما به بد وضعیتی افتاده. اصلا من بدون صورتی کننده تا دم در حیاتم نمیرم.
خب اینو بهتون بگم که این صورتی کننده ضد آبه، واسه کل نقاط بدن استفاده میشه، مثل گونه، لب و نقاط حساس بدن. به چی داری فکر میکنی؟ نه ببین صبر کن، من قبلا هم گفتم ترکیب سیاه با صورتی میشه بادمچونی. این زیاد به درد شما نمیخوره. وقتی بهم میگن چشای سبزت خیلی قشنگه. یا حقیقتا اصلا نذاش رنگ چشماتو ببینم چه شکلیه. عزیزم شما میتونی با این حجم صاحب کارخونه پگاه بشی. اینم از کار ما. دمت گرم دایی سعید. متاسفانه عقابش جقی بود. داداش خواهشن تو دیگه تتو نزن. ببین یعنی این یارو تا عمر داره با این عقاب رو دستش هی اینطوری چش رو چش میشه، چند تا فوش حوالت میکنه. بی خیال تتو شو، برو یه صنعت یه کار دیگه، هنر دیگه یاد بگیر. انگشتای من 15 سانت، انگشتای شما چند سانته؟ من این موها رو الکی تو آسیاب سفید نکردم. آره دایی. ببین 15 سانت که خیلی کمه، تو کم 30 سانت میخوای. بعد با این ناخونا خودتو میخوای بشوری پاره پوره نمیشی؟ من ریدم یعنی تو اکسپلور اینا چه موجوداتی هن تو اکسپلور. آخه من وای خیلی آجی. چرا جواب تلفن‌های منو نمیدی؟ اینجا چه گویی میخوری؟ این سما چرا از شبی که باکرگیمو ازم گرفتی و آبرومو بردی جوابمو نمیدی؟ من همه زندگی و علاقمو به پات گذاشتم. جمع کن بابا خودتو. نمیومدی، خودت هم دوست داشتی. بعدشم چیزی که زیاده دکتره. پولشو میدم، برام بشه بهترین دکتر بدوس. خدا ازت نگذره. خب بعدش الان پیام اخلاقی این چی بود؟ معمولا این ویدیو سما یه پیام اخلاقی میرسونن، ولی این ته ویدیوش مثل خودشون باز بود متاسفانه. داداش مگه لاحاف تشکه بره بدوزه؟ یعنی چی؟ 4 تا دهی گذاشتی کف دستش که بره بدوزه، نهایتا با اون پولی که تو دادی بتونه بره یه چسبرازی بخره بچسبونتش. دیگه توان ادامه دادن ندارم. خیلی سم بودین، خیلی سم بود. داش من چطوری میتونم به طبیعت وصل شم؟ داش باید یه درخت رو بغل کنی، قشنگ انرژیشو حس بکنی، تلفیق بشی باش. اونجوری نیست خارتو. What the fuck؟ داداش تا تو بیای به اون توضیح بدی، خار مادر طبیعت رو با هم یکی کرده. یعنی 9 ماه دیگه به درختای اون طبیعت اضافه میشه. این دیگه با درخت تلفیق نشد، رسما درخت رو گاهی. خب رسیدیم به انتهای ویدیو. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم کلی خندیده باشید، عشق کرده باشید. اگر این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوی بعدی سریعا مطلع بشید. دوستتون دارم، خاک پای همتونم. مرسی بابت حمایتاتون. تا ویدیو بعدی، گودبای. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders.